سلام، خوش اومدید به درس ششم از کتاب فوق‌العاده Can you believe it؟ خب این کتاب برای بچه‌هایی که شاید قسمت قبل رو ندیده باشن برای مهارت لیسنینگتون، اسپیکینگتون، کامپریهنشن، یه جورایی کل به خاطر تمرینایی که داره کل مهارت انگلیسی که 4 تا مهارت مهم اسپیکینگ، لیسنینگ، ریدینگ و رایتینگ در بر میگیره. ولی خب بیشتر میذاریم روی لیسنینگ و اسپیکینگ، چون جملاتی که داره رو خیلی راحت میتونی تو اسپیکینگات استفاده کنی، چون توی این سری از ویدیوها ما تمریناتی رو کار میکنیم که اون لغات رو میاره تو جملات مختلف همون نشون میده. البته لغت که نه، ایدیوم و اکسپرشن. So let's get started. First of all, just like the other one, مثل بقیهشون, just we want to focus on listening. میخوایم تو لیسنینگمون فوکس کنیم. تصاویر رو اولی دور نگاه کنید قبل اینکه اصلا به لیسنینگ توجهی داشته باشید. بعدش میریم سراغ بقیه کارا. خیلی خوب، بریم سراغ لیسنینگ. Let's start. Unit 6. Toy saves man's life. Page 27, Exercise 2. Listen. Cover the story and look only at these pictures. Listen to the story 2 or 3 times. Nottingham, England. Picture 1. One evening, Carrie Kellaby drops by a local bar and plays a game of darts. 2. He wins the game and gets a small toy stethoscope as a joke prize. 3. After a while, Carrie starts playing with the toy. He listens to his heart. He is frightened by what he hears. Lots of beats and then silence. 4. He goes to the doctor right away. Something's wrong with my heart, he says. 5. The doctor finds that Carrie really has a serious problem. A hole in his heart. 6. Surgeons operate just in time and now Carrie is fine. A toy saved his life. اوکی. بچه 6 تا تصویر رو حالا به نظرم بده که میگه 1 2 3 4 5 6 که شما فقط دارید به اون تصویر نگاه میکنید. شما باید فقط داستان رو گوش کنید، کل تصویر رو تو ذهنتون داشته باشین و ببینین که چی به چیه. این میشه قدرت کامپریهنشن. بچه کامپریهنشن یعنی درک مطلب. یعنی شما یه چیزی میخونی یا یه چیزی میشنوی و میفهمی که چه خبره و چی بوده. خیلی خوب، بریم سراغ درسمون. شروع کنیم به خوندنش. Just, it's a beautiful one. So, toy saves man's life. یعنی یه اسباب بازی جون یه مرد رو نجات داد. حالا ببینیم داستان از چه قراره. Nottingham, England. One evening, Carrie Kellaby drops by a local cafe and plays a game of darts. Plays a game of darts. این جمله رو یادتون باشه. دارت داره بازی میکنه. Plays a game of darts. He wins the game. بچه درابای پایین معنیشو میخونیم. He wins a game and gets a small toy stethoscope as a joke prize. بازی رو میبره و به عنوان جایزه مسخره، منظورش a joke prize، مثلا یه جایزه مسخره، حالا خیلی جذاب نه. small toy stethoscope. استتوسکوپ اون گوشی که دکترها استفاده میکنن برای شنیدن صدای قلب. stethoscope. After a while, بعد یه مدتی، Carrie starts playing with the toy. باهاش شروع کرد به بازی کردن. He listens to his heart. به صدای قلبش گوش میکرد. He's frightened by what he hears, lots of beats and then silence. از این چیز ترسید. باشه frightened by. یادتون باشه frightened by. حرف اضافهش بایه. از اون چیزی که شدید ترسید، یه عالمه صدا میشنید، بعد یهو سکوت بود. He goes to the doctor right away. He goes to the doctor right away. Right away میگم میخوام معنیش رو پایین بگم ولی حالا تو ترجمه نگاه کنین. رفت به سمت دکتر و خیلی سریع. Right away یعنی همین لحظه به سرعت. مثلا you have to get ready.
right away. خیلی زود بعد آماده شی. Something's wrong with my heart, he says. گفتش که قلبم یه مشکلی داره. مثلا میخوام بگم خونه یه مشکلی داره. Something's wrong with my house. میخوام بگم موبایلم یه مشکلی داره. Something's wrong with my phone. He says, the doctor finds that Kerry really has a serious problem, a hole in his heart. دکتر فهمید که بچه finds that نه که پیدا کنه ها. اینجا منظور پیدا کردن مشکله. منظور همون فهمیدنه. که کری یه مشکل خیلی جدی داره. قلبش یه سوراخی داره. Surgeons operate just in time and now Kerry is fine. Surgeons یعنی جراح. Surgery یعنی جراحی. Operate یعنی عمل کردن. جراح عملش کردن و الان حال کری خوبه. A toy saved his life. اون اسباب بازیه که واقعا یه جایزه جوک مسخره بود جونشو نجات داد. بریم سراغ آیدیا هامون. Idioms and expressions. Drop by. بچه drop by رو وقتی استفاده میکنی که مثلا تو یه جا میری سر میزنی برمیگردی. Visit a place for a short time. برای یه مدت کوتاهی میشه سر زدن اگه بخوام کامل به فارسی بهتون بگم یعنی چی. After a while, later, at some time in the future. بعد یه مدت کوتاهی. Listen to someone or something. Use your ears careful to hear someone or something. وقتی مثلا دیدین تو کلاس ها معلم ها میگن listen to me. به من گوش کنید. یعنی با دقت تر گوش کنید. این هم منظورش همینه. Use your ears گوش ها. Carefully با دقت. Be frightened by someone or something. یعنی ترسیدن. حالا frightened by someone or frightened by something. یعنی از چیزی یا از کسی ترسیدن. Lots of, it means many. که همتون میدونیم. There are lots of bananas in my refrigerator. تو یخچالم پر موزه. یه عالمه موزه. Right away, immediately. Immediately. بگید immediately. یعنی به سرعت. Just in time, just before the last minute. Just soon enough. یعنی خیلی زود. Just in time هم یعنی خیلی زود. به اندازه کافی زود یعنی الان دیگه وقتش بود دیگه. دیدین مثلا میگن خیلی به موقع بود. مثلا دیدین یه نفر خدایی نکرده میبرنش بیمارستان و مثلا دکتر میگه خیلی به موقع بردیش just in time. بگن مثلا یه دقیقه دیگه دیر میکردی تموم بود. این حرفای مسخره که دکترها میزنن. خب بریم سراغ مچمون. سوال 4. Drop by. بچه drop by کدوم از اینا میشه؟ Visit for a short time. After با کدوم میاد؟ ببین این است که میگم حرف اضافه ها مهم میشه. After a while it means later. یعنی یه کمی بعد. Listen to me. Listen to. Listen to. It means use your ears to hear something. میشه شماره 6. Right away. Immediately. Just in time. Just before the last minute. دقیقه 90. دقیقه آخر. Just in time. Lots of. It means many. نگاه کنید بچه این تمرین‌ها برای اینکه لغات رو خوب تو ذهنتون بسپارین خیلی مهمه. دیگه هی نیایید بگید که من چجوری لغت حفظ کنم، من بعد چی کار کنم. هیچی. دیدین یه بار گوش کردیم، یه بار متن خوندیم، یه بار ایدیما رو خوندیم، بعد میایم اینجا تمرین حل میکنیم. اینجوری میشه که لغت حفظ میکنید. من چند تا دیگه 1 2 3 4 5 6 تا. ببین برای 6 تا لغت چقدر باید تمرین کنی تا تو ذهنت باشه و بتونی استفادهش کنی. بعد وقتی میای سوال 6 تمریناتو جواب میدی و برای من وایس میفرستی که هیچ کس فکر نکنم اینقدر بتونی دقت داشته باشید. یا مثلا سوال 7 گفت write about yourself که بعد از اون 6 تایی که یاد گرفتی اینجا استفاده کنی. take dictation دوباره همون رو دوباره باید بنویسی. ببین هی همینجوری تمرین. شما فکر کنید 1 ساعت دارید روی درس وقت میذارید. یه رو ویدیوی منو دیدی، حالا یه رو میشینی خودت چک میکنی، نیم ساعت هم طول میکشه تمریناشو بشینی حل کنی. ببینید چه جوریه که اون 6 تا تو 1 ساعت یه بار با من کار کردی، یه بار خودت انجام دادی. من حتی وایساشو تو گروه رفع اشکال تلگرامم گذاشتم، بخش فایل کتاب‌ها. یه بار دیگه گوش کن ببین که چه خبر. ببخشید. خب بریم سراغ تمرینمون. 6 تا ایدیم اینجاست و Hi Giorgio, why don't you drop by tonight? چرا امشب یه سر نمیاد؟ I don't know man, I have lots of homework. بچه یا میگین I have a lot of یا I have lots of. حواستون باشه.
Oh, come on. We can some of my new cities. We can listen to some of my new cities. Come on. بیخیال اینجوری. I have a math test tomorrow. I should hit the books. You know how terrible Ms. Klein's tests are. خیلی جمله قشنگی بود. خواهی بگی که یه نفر چقدر مثلا میتونه تستاش وحشتناک باشه، یه نفر کاراش، یه نفر شغلش، یه نفر زندگیش، این جمله رو به کار میبریم. خیلی خوب، جمله یادم رفت. I have lots of tests tomorrow. I should hit the books. به نظرتون کدوم گزینه میشه؟ Right away. I have hit the books right away. I have hit the books after a while. Drop by. نه. I have hit the books right away. همین الان به کتابا سر بزنم. بچه hit the books یعنی خیلی درس خوندن. خب You are her easy test. You are frightened. حرف اضافه چی بود؟ You are frightened by. اینجاست که باز میگم حرف اضافه ها رو یاد بگیرید. یعنی فقط یاد نگیرید frightened ترسیدن. Frightened by. You are frightened by her test, her easy test. You must be joking. شوخیت گرفته. You must be joking. Not everyone can be a genius like you. هیچ کس مثل تو باهوش نیست. Not everyone can be a genius like you. I'll call you to see how it's going. I'll call you later. I'll call you later. I'll call you after a while. I'll call you immediately after the test. خیلی ها میتونید اینجا استفاده کنید، ولی خب با توجه به که اونجا بوده ما later یا after a while رو میذاریم. Come on, please do it. Come on یعنی please do it. hit the books هم یعنی استادی گفتم یعنی درس خوندن خیلی زیاد. و بعدش هم که رفته درس هفتم. خیلی خوب بچه نگاه کنین 4-5 صفحه قشنگ تمرین جمله است، لغات کار کنید. مکالمه همینه. الان این مکالمه است دیگه. شما میخواید برای چی برید پول بدید کلاس مکالمه؟ ویدیوهای منو ببینید و لایک کنید. تا قسمت بعدی که سعی میکنم هفته 2 تا ایشالله بتونم وقت کنم. خیلی سرم شلوغه یه وقتایی، اصلا انرژی که واقعا برام نمیمونه، ولی حتما سعی میکنم هفتگی بیشتر براتون بذارم که شما سریعتر کتابا رو تموم کنید. Can you believe it 3 سری کتاب فوق العاده است. برای مکالمتون، برای لیسنینگتون. See ya.